سلام. در نظام آخوندی که به روزهای سوگواری علاقه شدیدی داره، یک روز دیگه هم برای سوگواری به تقویمشون اضافه شد. به نظر میرسه نحسی 13 حسابی خفت آخوندا رو گرفته، چون بعد از 13 خرداد و مرگ امامشون الان روز 13 دی هم با ترکیدن قاسم سلیمانی جنایت پیشه به کلکسیون مصیبت هاشون اضافه شد. دی قبلا می اومدن برای قدرت نمایی، حالا 13 دی باید بیان برای گریه‌زاری. ولی تا جایی که به مردم برمیگرده، یک روز برای شادی، اونم با شیرینی فراوون، به تقویمشون اضافه شد. کشته شدن منفورترین چهره، خونخوارترین و کودککش اعظم به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض کنم. ماجرای ترکیدن سلیمانی محصول یک خطای استراتژیک خامنه‌ای بود که هیچ وقت فراموشش نخواهد کرد، چون تا قبل از این قضیه خامنه‌ای تصور میکرد که هیچ کس جرأت نداره بهش حمله نظامی بکنه. جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. بنابراین علی خامنه فکر میکرد هر غلطی دلش خواست میتونه تو منطقه بکنه، نفتکش بزنه، کشتی گروگان بگیره، آرامکو بزنه. وقتی دید خبری نشد، گفت یه پله بریم بالاتر، یه موشک هم بندازیم توی مقر آمریکایی‌ها تو کرکوک، ببینیم چی میشه. البته بعد از اون موشک پرونی تو کرکوک که یک آمریکایی هم کشته شد، یه اتفاقایی افتاد و یه خورده ریز 5 تا مقر هشت و شعبی توی عراق و سوریه با خدم و حشم دود شد رفت هوا. اینجا بود که یکی توی نظام یه فکر بکری به ذهنش زد که به هوای سال 58 بریم سمت سفارت آمریکا تو بغداد و سفارتگیری و گروگانگیری. یعنی یه سری نیروی نیابتی میفرستیم اونجا، یه فضای خودجوش هم بهش میدیم، بعدش هم میگیم ما نبودیم، مردم عراق بودن. شعله‌های خشم مردم عراق دامن آمریکا رو گرفت. بله، در منطقه سبز بدون شلیک حتی یک تیر کاملا با هماهنگی مقامات محلی باز میشه و حشم هشت و شعبی با ماشین و مینیبوس های از قبل آماده شده به سمت سفارت آمریکا سرازیر میشه. البته به نظر میرسه اونهایی که قرار بود به اسم مردم عراق این سفارتگیری رو انجام بدند، در اجرای این دستور خیلی عجله کردند و یادشون رفت که با لباس نظامی دیگه شبیه مردم عراق نیستند. بعدم دقیق معلوم نبود که چی رو میخوان اونجا تخریب کنن. انا طلع العلم العراق اول مره لين هاي نكسه. شنو لا لا شنو لا لا شنو لا لا شنو شنو لا لا هاي ايش مكتوب عليها؟ طلع ضمن الكاميرا ايش مكتوب عليها؟ هاي ايش مكتوب عليها؟ نو فيورن يعني ما تصور مو اتوقع ما تصور بالانجليزي. از این جور بسیجی‌های مشنگ عراقی ولایت توی این صحنه کم نبودن، چون یکی دیگه‌شون هم روی دیوار سفارت آمریکا اسم طراح این حمله رو نوشت: کلا کلا آمریکا، بعد پرچم کتایب حزب الله و زیرش هم سلیمانی قائدی، یعنی سلیمانی فرمانده من است. به این ترتیب تظاهراتی که قرار بود خیلی خودجوش و مردمی باشه با این عکس یک شناسنامه پیدا کرد. ولی خود خامنه‌ای هنوز داغ بود و فکر میکرد تعطیلات سال نو کسی خونه نیست و اینجوری به نیروهاش دلگرمی میداد. وقتی از این حوادث برای آمریکایی ها پیش میاد که حالا ملاحظه میکنید در بغداد باز اون جناب توییت کرده یا سخنرانی میکنن یا توییت میکنن یا مقاله مینویسن که ما اینو از چشم ایران میبینیم. ایران
دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید، ربطی به ایران نداره. ببین آقای دیکتاتور، به این میگن خطای محاسباتی، از اون خطاهایی که آندو هم نداره. میفهمی یعنی چی؟ یعنی هرچی کنترل زد بزنی بر نمیگرده. تو فکر میکردی حرکتی نمیشه، ولی بعدش حرکتی شد که همین خنده هاتون رو به آبگوره‌گیری تبدیل کرد. در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه‌های شبکه بین‌المللی خبر. یا هم بله، صبح جمعه که بلند شدن با چند تا ماشین سوخته مواجه شدند و یک قاسم ترکیده و یه مهندسی که خوب مهندسی نکرد. حالا سوال اصلی این بود که اینا بعد از این ضربه میخوان چیکار کنن؟ اولش که داغ بودن فاز انتقام گرفتن، اونم از نوع سختش. انتقام سخت در انتظار جنایتکاران. انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه دیشب آلودند. در مورد اینکه این انتقام سخت چی خواهد بود هم اون ابتدا چیزی نمیگفتند، در حالی که اگر کمی عقب‌تر برگردیم تصویر دقیق‌تری از این انتقامشون ترسیم می‌کردند. اگر اونها از ناوهای هواپیمابر خود به عنوان یک تکیهگاه و مبدأ قدرت استفاده می‌کنند، باید بدونند اونها منهدم خواهند شد. اگر از پایگاه‌های هوایی روی زمین استفاده می‌کنند، آنها به آتش کشیده خواهند شد. اگر هواپیماهای اونها میخوان در آسمان پرواز کنند، بدانند تمام طبقات و سقف‌های مختلف آسمان سراسر آتش خواهد شد. ما هشدار میدیم به خلبان‌های اونها که اولین پرواز آخرین پرواز خواهد بود. ما از جنگ با آمریکایی‌ها استقبال میکنیم. اون زمان که هنوز زیاد خبری نبود، این سرتشتک ها شب فیلم هندی نگاه میکردن، فردا میمدن توی تلویزیون اینجوری توهم میزدن و تا دلتون بخواد در مورد انتقام سختشون جزئیات ارائه میکردن. اینا الان ما میدونیم مثلا حتی آشیانه‌ای که هواپیما آرکیو 170 از همین قندهار بلند شد، کدوم آشیانه کجا پارک بوده. خب این وضعیت امریکایی هست، یعنی گوشتیه که انگار زیر دندون ماست. قبلا تهدید بودن اینا برای ما، الان فرصتن. چرا راجع به جنگ و حمله با ما صحبت نمی‌کنن؟ به خاطر اینکه آسیب پذیرن. فرض کنید ناو هواپیما بر حداقل 40-50 فروند هواپیما رو عرشه این هست، 6000 نفر نیرو داخل این هست، یعنی گوشتیه که انگار زیر دندون ماست. گفت ناو چند تا هواپیما داره؟ 40-50 تا. بعد چند نفر روش هست؟ 6000 نفر. آها، خب به نظر میرسه که این گوشت خیلی زیر دندون نیست و داره توی آبهای خلیج فارس تک چرخ میزنه. اینا حرفای اون موقعشون بود. حال ببینیم که بعد از ترکیدن قاسم این یارو با گوشت زیر دندون چیکار میخواد بکنه. کل پایگاه امریکایی‌ها رو بزنیم، اگر ترامپو بکشیم، اگر وزیر دفاعشو بکشیم، اینها هیچ کدوم خونبهای حاج قاسم نیست. خوش اشتهام است. کل پایگاه آمریکا و رئیس جمهور رو ببین. 2 روز رفتید توی سفارتشون تو بغداد، شیشه کیوسک نگهبانی رو نتونستین بشکنید. چی داری میگی تو؟ راستی اونی که میخواست تمام طبقات و سقف‌های آسمون رو به آتش بکشه چی شد؟
بدانند تمام طبقات و سقف‌های مختلف آسمان سراسر آتش خواهد شد. خب از اون آسمون طبقات بیا پایین رو زمین. الان بعد از ترکیدن سلیمانی چی میگی؟ پاسخی که مطمئناً تأثیرات قاطع و اثر بخش و تمام کننده‌ای بر حضور آمریکایی ها در جهان اسلام خواهد داشت. منتها کیفیت این پاسخ ها، زمان اونها، مقیاس اونها، اینها مکتوم هست. چی شد؟ مثل موش مرده ها نشستی همه چی رو مکتوم کردی. قبلا که پاسخاتون خیلی شفاف و روشن بود. ناو آتش میزنیم، آسمون آتش میزنیم، کره مریخ منفجر میکنیم. چی شد؟ الان همه چی مکتوم شد. ببین تو اصلا به تریپ خفنت مکتوم نمیخوره. با این دهن گشادت آخه تو هیچی رو نمیتونی مکتوم کنی. انتقام میگیریم، اما اگر حرکت دیگری انجام دهند آنجا را که دوست دارند و به آن عشق می‌ورزند به آتش می‌کشیم. مسخره کردی خودتو؟ حرکت دیگری انجام دهند؟ دیگه چیکار باید میکردن؟ با زدن قاسمتون رو ترکوندن اشک خامنه بند نمیاد. حرکت دیگه یعنی کی مثلا؟ خود خامنه‌ای رو باید بزنن که تو فندکت رو در بیاری آتش بکشی؟ تو به کی میخوای روحیه بدی؟ یکی نیست یه حرف جدی بزنه؟ کاخ سفید یا همین امروز شروع به برچیدن پایگاه‌های نظامی خودش از منطقه اسلامی می‌کند و یا برود بازار تابوت سفارش بده برای سربازان خودش. بله فکر کنم این هشدار رو دیگه کاخ سفید باید جدی بگیره. ببینیم که چقدر جدی گرفته. غادرت قاعدة فورت براغ بولاية نورث كارولاينا الأمريكية متوجهة إلى الشرق الأوسط مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظليين من الفرقة 82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي. خب به نظر میاد که کسی تهدیدات این پاسدار نقدی رو هم جدی نگرفت. این انتقام سخت بالاخره چی شد این وسط؟ طرح مقابله با اقدامات آمریکا امروز تصویب شد. بر اساس این طرح تمام نیروها و اعضای وزارت دفاع آمریکا در فهرست تروریست‌ها قرار می‌گیرند. این پاسخی است و هدایت امور برای انتقامی که ملت ایران از مسئولین خواسته. این دیگه یعنی پایان ماجرا. پنتاگون رفت تو لیست تروریستی جمهوری آخوندی. میدونی یعنی چی؟ یعنی هیچی. با این انتقام سختتون اون ستونهای مجلس هم بریشتون میخنده. آقا انتقام سخت نخواستیم، انتقام یواش هم ندارید؟ بله بینندگان عزیز به من همین الان اطلاع دادن که انتقام سخت عملی شد. یعنی زدن؟ فیلمش هم هست؟ صبح چهارشنبه شما به خیر با وعده صادق انتقام سخت برای انتقام خون سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی. نظامیان تروریست و جنایتکار آمریکایی را هدف موشک‌های کوبنده خود قرار دادند. لا اله الا الله لا اله الا الله لا على عدي خير علينا لا اله الا الله على امريكان ثاني فوري على امريكان دير بالك همین انتقام سخت همین بود. بالاخره کجا رو زدین؟ چی رو زدین؟ تلفاتش چی بود؟ منابع موثق تأکید کردند در اصابت موشک‌های سپاه به مناطق حساس پایگاه عین الاسد حداقل 80 نفر از نظامیان تروریست آمریکایی کشته شدند. البته اینجا مشخص نیست که این منابع موثق مال کدوم ارگان بودند. مهم اینه که یه 80 کشته به گوش خورده باشه. اینکه اینا کی بودن، کجا بودن، تصویرشون هست یا نیست اینا مهم نیست. بابا شما آمار کشته های قیام آبان که همشون تو بیمارستان های خودتون بودن رو بعد از 2 ماه هنوز اعلام نکردید. بعد اینجا چطور به ساعت نکشیده با منابع موثق شمردین 80 نفر کشته شدن؟ با کدوم ذره بین توی این فیلم 80 تا کشته پیدا کردین؟
تصاویری که شهروندان عراقی در فضای مجازی منتشر کردند نشان می‌دهد نقاط مختلف عین الاسد هدف موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته است. بله، تصاویر کاملا مستنده، از گوگل گرفتن. اصلا پایگاه با خاک یکسان کرد. فقط یک مشکل کوچولو داره که همش فقط تو انیمیشنه. پس انتقام سخت هم شد انتقام انیمیشنی، چون حملات موشکی انیمیشنی که قبلا هم دیده بودیم که داشتیم اصلا با خود قاسم سلیمانی که تو انیمیشن خلیج فارس رو شخ میزد. آتش جهنم بگو منو قاسم فرستاد. بله، توی انیمیشن ناوهای آمریکایی تیلیت میشن، ولی تو واقعیت قاسم سلیمانی دیلیت میشه، اونم از مدل شیفت دیلیت. فدوی نظرت چیه؟ مقامات رسمی دولت عراق همواره از حاج قاسم دعوت میکردن که راجع به موضوعات مختلف به عراق بره. خب معلومه که یه سیل خیلی عظیمی از اومدن و رفتن حاج قاسم مطلع بودن. راجع به جزئیات و اقدامات این اقدامات تاکتیکی نیست که خیلی خاص باشه و کسانی که این کار رو انجام میدهند از توانمندی‌های نظامی و توانمندی‌های تکنولوژیکی خاصی برخوردار باشن که دیگران نیستن. یعنی عملیات از ارزش فنی عملیات از لحاظ فنی نیست. نگاه کنید ما هم الان پهپادمون رو میتونیم بفرستیم، هر هدف متحرکی رو هر چقدر هم کوچیک باشه با پهپادهای خودمون با موشک‌های لیزری خودمون مورد اصابت قرار بدیم. با شما حفاظت کله گندتون که قاسم سلیمانی باشه رو نتونستید تامین کنید، زدن پروندنش. بعد تو داری بحث ارزش نظامی عملیات میکنی؟ با هدف کوچیک متحرک پیشکش شما هدف ثابت به این بزرگی عین الاسد رو با موشک زدی، یه تیر چراغ خم نشده، بعد اسم گذاشتی انتقام سخت. نمیزایی سنگین تر بودی، این همه موشک خرج کردی، بیابون عراق رو شخم زدی. خب این تراکتور میگرفتی همین کارو میکرد دیگه. به جز انتقام سخت موشکی از بیابونهای عراق، یه شیوه دیگه انتقام سختشون انتقام کاغذی بود. به همین خاطر این فرم‌ها رو بین بسیجی‌ها توی همین کارنوال مرگ توزیع کردن که ببینن چند نفر داوطلب اعزام به عملیات انتقام سخت میشن. بله، اسم مشخصات میدن و در این فرم هم باید برای عملیات استشهادی مهارت‌های خودشون رو قید کنن. اینکه دقیقاً چه سطح از تحصیلات و چه مهارت‌هایی برای عملیات استشهادی لازم میشه معلوم نیست. شاید روشن کردن فندکی چیزی توی این مایه. اینجا بود که البته چند تا داوطلب هم پیدا شد. آیت الله خامنه‌ای و تسلیت از و مش بر دهان ترامپ و آمریکا می‌ذارم و حق سردار سلیمانی را به زودی زود خواهم گرفت. اعضای عمومی دونستم و از مدرسه و ادارجات کلاً تعطیل می باشم. من قاسم سلیمانیم. این قاسم سلیمانیه. این قاسم سلیمانیه. یعنی با این قاسم سلیمانی ها دیگه آینده تیروتاری برای نظام پیش بینی میشه. انتقام سخت که دیگه آخرش شد انتقام غیر جدی که این فیلم اکشن رو به یک فیلم کمدی کلاسیک تبدیل کرد. ولی از اینا که بگذریم، هلاکت قاسم سلیمانی اگر هر مشکلی برای نظام ایجاد کرد، ولی یک مسئله رو براشون حل کرد. اینی که از سایت FATF خودش داره مطرح میکنه، من از جای دیگه و شعارا و از این مطبوعاتی اینو کار ندارم. خب حالا از ما چی خواستن؟ ببینید، یک، از ما خواستن اموال حاج قاسم و اینا رو باید مصادره کنیم. آخرین بند اینه، اگه گفتیم حاج قاسم باید به ما تحویل بدید، بندی داره بونم استرداد مجرم.
خب این استبداد مجرم تمام. بله، اگر تا به حال امضای FATF رو پشت تحویل ندادن قاسم سلیمانی نگه داشته بودن، الان دیگه این مشکل حل شده، چون دیگه چیزی به جز یک انگشتر و یک دست از اون مجرم باقی نمونده که بخوان تحویل بدن. با این حساب میتونم با خیال راحت برم پای امضای FATF و حالا که انتقام سختی در کار نیست، شاید این یک گزینه باشه. تجربه هلاکت قاسم سلیمانی و هیاهوی توخالی انتقام سخت یک بار دیگه نشون داد که تا زمانی که با زبان قاطعیت با این رژیم صحبت بشه، اون کسی که به طور واقعی هیچ غلطی نمیتونه بکنه خود علی خامنه است. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.